شهرستان بناب یکی از شهرهای زیبای آذربایجان شرقی که به شهر دوچرخه معروفه. هر سال این شهرستان با یک همایش دوچرخه سواری که میگذاره در ایران به شهرستان دوچرخه مشهوره. شهرستان بناب یکی از شهرهای زیبای آذربایجان شرقی است که با شهرهای ملکان، مراغه و عزبشیر هم‌مرز هست. کباب بناب در ایران بسیار مشهور است. همونطور که میبینید مجسمه کباب در این شهر گذاشته شده که به صورت سنتی با در روی تخته و ساطور درست میشه. همونطور که مشاهده میکنین در شهرستان بناب در میدانهاش پر از رستوران ها و غذاخوری های کبابی بناب است. این شهر در سراسر ایران با کباب های خوشمزه خود معروف. همونطور که مشاهده میبینید همه جای این شهر پر از کبابی های خوشمزه و قشنگ است. انشالله در روزهای آینده بیشتر از شهرستان بناب براتون فیلم خواهم گذاشت. خدا نگهدار.